این پدر تصویری جوانانی را در دست دارد که در قتل پسر 26 ساله‌اش گمان برند. جسد سیاد سید خوجایف 16 اپریل با زخم‌های زیاد از شهر یکاترینبورگ روسیه به تاجیکستان آورده شد و در زادگاهش دهه پرتدیل ناحیه کوشانیان روزی 17 دفن کردند. ضررش در آنی پوشیده بسوزدگیان، آنی پوشیده پولی روسش ده بسوزدگیان. در پوش بسوزدگیان. بعد در دیلش اینجاست نه؟ نه این پویون زدگیان، این سوزدگی نیست. گفته می شد که او در پی یک ماجرا سری مبلغ روزی 14 اپریل موردی حمله ناگهانی قرار گرفته کشته می شود. ده کسمار گفتش با بودنش. با تانکی دو برای بزرگ بیرون میزنه. این کسی گفتن بودنش با بیرون 1 کیلومتر روز رفتن بیم کرده. ماشین خشی بودن ماشینم دیگه این دودارش دو کسی در این ماشین شدن برفتن 1 کیلومتر روز رفتن گپ دادن. همین حالت گپ زنیده و پس اومدن و می‌ورمان کوشنات زدن سر کردن. در این ماجرا دادر سیاد نیز مجروح می شود و او درباره حملگران معلومات می دهد. پلیس روسیه 2 شهروند تاجیکستان را با گمان دست داشتن در کشتار سیاد سید خوجایف می‌کوبد. یکی از آنها را اسمت الله سید خوجایف پدر سیاد که فرمایشگر قتل می نامد خوب می شناسد. یا شخصیت آدمی که برای پسرم آدمان رو جمع کرده قتل پسرم رو همین آدم تشکیل کرده. این عکسی اعلان در جستجو بودگی است نه؟ این در جستجوی فدراسیون سیاسی در جستجو قرار دارد. صلاح الدین و امردین قطب‌الدین اویش. از کجاست؟ از همین دهه نام نسبش اسماعیلوف سید خوجا دولتبیکوویچ. نفر دوم که اسماعیلوف سید خوجا گفته می شود ساکن ناحیه وخش و به گمان پدر زخم‌های هلاکت‌آور را به بدن پسرش او زده است. فرزند دیگه فرزند خورده دلشاد تصدیق میکنه دیدگی در وقت همون چی کردن در وقت همین حادثه مثلا وقتی بعد کارد و تکوب میکنن در همون وقت میبینه در یادش هستن. 20 روز از مرگ پسر اسمت الله سید خوجایف گذشته است و او تا اندازه برای خود صحنه قتل پسرش را با اشتراکداران و سبب‌هایش تصور میکند. ماجرا جنگ پسران من وقتی که جای هوا میخرن جای همین وقتی سودا کردن رو میخرن و یا سوم نداشتن پول نداشتن که مثلا در زندگیشون رو برن خیلی پولشون میتیان بود در این موبایل پول هم ندارن کم بغل بدن خیلی میتیان پول میتیان حرکت میکنن که مثلا یاردمشون کنن همین موبایل چند پول میگیرن بو به غرض یاردم کردن پول قرض میتیان. این پدر به مقامات تاجیک نیز مراجعت کرده است که برای یافتن قاتلان پسرش با او کمک نمایند. او و خانواده‌اش سخت تلاش دارند تا گناهکاران پس پنجره بروند. خواهان اون هستم که در جمعیت ما این خیلی آدما در زندگی باید در محکمه باشن. سیاد سید خوجایف امسال انتظار تولد طفل دوم بود که چهره آن را ندیده رفت. همسرش حالا با یک فرزندش در روسیه زندگی می‌کند.